شب شده دوباره از آسمون داره بازم ستاره به نام میباره. خداوند بخشاینده مهربان. سلام به پسر و دخترای گلم. میدونستین چقدر دوستتون دارم؟ خیلی زیاد. بریم یه قصه دیگر رو با هم گوش کنیم. یکی بود یکی نبود، توی یه خونه که یه حیاط خیلی قشنگی داشت و چند تا باغچه پر از گلهای رنگارنگ. توی این خونه یه دختر خوشگلی بود به نام بهار. بهار گلها رو خیلی دوست داشت و هر روز بعد از صبحونه میرفت حیاط و با گلها صحبت میکرد و بهشون آب میداد و برای همین گلها همیشه خیلی خوشحال بودن و همیشه شاداب و سرحال بودن. بهار یه گربه نازی داشت که اسمشو گذاشته بود ملوس. آخه بچه ها گربهش خیلی سفید و زیبا بود و عاشق بهار بود. البته بهار هم گربهش رو خیلی دوست داشت و هر روز بهش غذاهای خوشمزه میداد و نازش میکرد. بعضی وقتا هم میرفت بغل بهار مینشست که بهار نازش کنه. یه روز مامان بهار از بازار یه عالمه کامواهای رنگارنگ خریده بود که برای بهار یه بلوز خوشگل ببافه و همه را گذاشته بود داخل سبد کامواها گوشه اتاق. صبح که مامان بهار بیدار شد دید خدای من همه چی پیچیده شده از کامواهای رنگارنگی که خریده. کامواهای نارنجی دور صندلی، کامواهای آبی پیچیده به پایه میز و بقیه کامواها همه روی فرش همه جا پخش شده. تعجب کرد ولی کمی این ور اون ور رو نگاه کرد، دید پیش ملوسه کامواها رو باز کرده و به همه جا کشیده. حتی دستای خودش هم تو کامواها گیر کرده. میدونید بچه ها، گربه ها خیلی دوست دارن با سیم و نخ و کامواها بازی کنن چون براشون خیلی جالب و لذت بخشه. مامان بهار رو صدا کرد که بیا ببین ملوس چیکار کرده. بهار تا اومد اول خیلی خندش گرفت، بعد دید کامواهای مامانش به چه روزی افتاده یکم ناراحت شد. اول رفت کامواهای دور دست ملوس رو باز کرد و بعد شروع کرد به جمع و جور کردن بقیه کامواها. بعد از اینکه همه را جمع کرد یه نگاهی به مامانش انداخت و با هم یه دفعه دوتایی زدن زیر خنده. آخه بچه ها نمیدونیم ملوس چه بلایی سر کامواها آورده بود. خلاصه مامان بهار مجبور شد کامواها را ببره اتاق خودش و درشو ببنده از دست این گربه شیطون بلا. خلاصه بهار بعد از صبحونه رفت بازار، یه توپ نرم رنگی و مقداری کامواهای ارزون خرید و آورد خونه و بعد ملوس رو صدا کرد. تا ملوس اومد بهار توپ رنگی را انداخت طرفش. ملوس هم دوید توپ آورد داد به بهار. خلاصه کمی با هم توپ بازی کردن و بعد یک کاموای قرمز رنگ را انداخت جلوی ملوس. ملوس تا کاموای قرمز رو دید خوشحال شد و پرید کاموا را با دست و دندونش گرفت، هی باز کرد و کشید این ور اون ور. اینقدر با اون بازی کرد که واقعا خسته شد و رفت داخل تشکش که گوشه اتاق بود خوابید. ولی این گربه ملوس بهار یه عیبی داشت، چون بعضی وقتا گوش به حرف بهار نمی کرد. از همه بدتر همش میرفت طرف چیزای خطرناک و همیشه با سیمای برق و پریزهای خونه بازی میکرد. یعنی دستشو میبرد طرف سیمای برق اونا رو میکشید یا اینکه دمشو میبرد طرف پریز برق و هی تکون میداد. بهار هم خیلی ناراحت میشد چون ملوس حرفای بهار رو میفهمید. بهار هم بهش میگفت نباید به پریز برق دست بزنه چون که خطرناکه. یه روز که بهار داشت گلها را آب میداد صدای جیغ ملوس را شنید. سریع دوید تو اتاق ببینه چه خبره. ای وای، دید دم ملوس آتیش گرفته و ملوس بیچاره همش میدوه این ور اون ور و جیغ میزنه.
تفلک ملوس. بهار تو خونه‌شون یه کپسول آتش نشانی داشت. سریع اونو آورد، دم گربه‌شو خاموش کرد و زود زنگ زد به مامانش که چه اتفاقی افتاده. و مامان بهار که برای خرید رفته بود بیرون، زود رفت خونه و با بهار ملوس رو بردن پیش دکتر حیوانات. و دکتر حیوانات دم ملوس رو پانسمان کرد، ولی ملوس همش ناله میکرد، میگفت میو میو. آقای دکتر گفت اگر دیر رسیده بودید ملوس دیگه خوب نمیشد. بچه‌ها میدونید چه اتفاقی افتاده بود؟ ملوس مثل همیشه دمشو برده بود طرف پریز برق و اونم اتصالی کرده بود. دم ملوس آتیش گرفته بود. آخه عزیزای دلم، برق پریز خیلی خطرناکه، نباید بهش دست بزنین چون آتیش میگیره و آدمو میسوزونه. خلاصه بهار و مامانش ملوس رو آوردن خونه و ازش مراقبت کردن و بعد از مدتی حالش بهتر شد، ولی نصف دمش سوخته بود و ملوس خیلی غصه میخورد. دیگه بعد از اون هر موقع میخواست بره طرف پریز یه میو میو میکرد و فرار میکرد. خب بچه‌های خوبم، هیچ بچه‌ای نباید به پریز برق و وسایل برقی دست بزنه، چون خدایی نکرده مثل ملوس میشه. فقط آقای برقکار میتونه به سیم برق و وسایل برقی و پریز برق دست بزنه و درستشون کنه. آفرین به شماها که گوش به حرف بابا و مامان میکنید و به وسایل برقی دست نمیزنید. خیلی دوستتون دارم که اینقدر حرف شنوید. باریکلا به شما. تا قصه بعدی، خدا نگهدار. پرواز به شهر قصه ها، پرواز به شهر رویاها، خواب رد میشیم آروم از کوها و از دریاها.